خب سلام علیکم. همونجور که مشخصه تصمیم داریم که تصویر جناب سعدی رو بکشیم. قبلش هم تو از نقاشی نمیدونم مشخص بشه یا نه. من دوربین رو به یه شکل گذاشتم که هیچ ایده‌ای ندارم چی مشخصه چی مشخص نیست. یه چند تایی نقاشی تو این دارم. امیدوارم مشخص باشه. خب نوبت رسید به ایشون. یه مقداری برداریم. خب روش‌های خیلی زیادی وجود داره که بتونیم طرح بزنیم، در واقع طراحی کنیم. شیوه‌های خیلی مختلفی هست. رایج‌ترینش که استفاده میشه جدیداً خیلی مد شده لومیسه که در واقع اسم اون هنرمنده که رو روشی که کار میکرده گذاشته شده. قدم روش پیچیده‌ای نیست، اما خب یه چیز دیگه هم که خیلی توصیه میشه روش کل به جزئه. اما من همیشه سعی کردم اونجوری که خودم بکشم، چون هر روشی که من یاد گرفتم امتحان کردم در نهایت اونجوری که خودم میکشیدم برام ایدئال تر بود و بهتر در میومد. پس شروع میکنیم. البته یه کوچولو هم سختیه برای من داره. عادت دارم از روی گوشی ببینم، اما از اونجایی که گوشی من باید الان فیلم بگیره یکم کار سخت میشه. بعد از طرفی فکر می‌کنم میخوام یه ویدیو کوتاه هم بگیرم، اونو با چجوری بگیرم. اصلا احتیاج دارم چند تا گوشی داشته باشم. از این کل این مرحله که حوصله سربر میشه فکر کنم. احتمالاً تا یه جایی با هم پیش بریم. بعد من یه تیکش رو دوباره خودم بکشم. یه جایی که مثلا پیش رفت حالا یه خورده واضح تر شد، مشخص تر شد، زاویه دوربین رو تغییر میدم. الان به زور یه جایی گذاشتم. خدا اصلا خیلی کار سختیه، بی امکاناتی بیداد میکنه. تا یه جایی که پیش بردم بعد میارم یه زاویه‌ای که شما هم دید داشته باشید، یه جایی که خودم هم دید داشته باشم بکشم. معمولا نقاشی که حالا میخوام ریلیز بذارم داخل اینستا اینجوریه که خودم نمیبینم دیگه چی دارم میکشم، خیلی کار سخت میشه. بعد از رو گوشی هم باید ببینم دیگه، یه خورده باز دوباره سخت‌تر میشه. باید یه گوشی دیگه هم نصفی باشه. الان از خوششانسی‌های من اینه که شیراز زندگی میکنم و میتونم این نقاشی رو ببرم سعدیه و به خیال خودم هدیه بدم بیام. دلم خواهد یه چیزی هم آموزشی بگن که به درد بخوره، نمیدونم چی بگم. مثلا یه چیزی به نظر من خیلی کار دیدم که خیلی توش مشکل دارن، کشیدن دایره است. خیلی دایره رو بد میکشن، دسته که کار سختی نیست، فقط قلق داره. یکیشونه که وقتی که میخوایم دایره بکشیم این قسمت انگشتمون باید به عنوان غلطک روی کاغذ قرار بگیره و دستمون یه جوری عمود بشه. البته من اینجا نمیخوام دایره بکشم، فرض میکنیم میخوایم دایره بکشیم. این قسمت انگشتمون باید روی کاغذ باشه و به عنوان غلطک به ما کمک کنه. الان من فرض رو برای میگم که دارم دایره میکشم، البته نمیخوام اینجا دایره بکشم، هواییه. ببین چقدر بهتر میشه. خب اگر که برای دایره کشیدن مشکل دارین واقعا به دادتون میرسه که از انگشتتون از
این قسمت انگشتتون به عنوان قلتک استفاده کنید و شیب دستتون رو یه کمی کمتر کنید. 90 درجه نیست و خب نزدیک بهش هم هست. نمیدونم کی بتونم برم این نقاشی رو ببرم، ولی خب هر موقع که برم قطعا با شما به اشتراک میذارم. چرا که نه؟ با هم میریم سعدیه. به نظر من الان شما هیچی نمیبینی. یه تیکش رو پیش ببرم و از زاویه دوربین رو بیارم رو به بالا، یه جوری که مشخص باشه. الان که فعلا دارم تر اولیه‌اش رو میزنم تا ببینیم چی میشه. میخوام دستم هم نیاد جلوی دوربین، باز یعنی خیلی کار سختیه. فکر نمی‌کردم فیلم گرفتن یعنی کار کردن سخت باشه. آهنگ نمیتونی گوش بدی، پادکست هم نمیتونی گوش بدی، چون همه اینا داخل گوشیه. من میخوام باش فیلم بگیرم. به این چیزا فکر نکرده بودم حقیقتا. خب دوست داشتم این کارو بکنم دیگه. ببینیم چی میشه. تا اینجا رو داشته باشیم. داریم چشمشون رو پیش میبریم. تا الان که خوب پیش رفته، راضیم. تا خیلی فعلا جزئیات آنچنان چیز نمی‌کنم تا کم کلیات رو مشخص‌تر کنیم که چی به چیه. البته که اینم بگم اگر کیف نمیده اگر خوب پیش بره. حافظ هم داریم، حافظی هم بریم با هم. خب پس من فعلا برم تا یه جای پیش ببرم که زاویه دوربین تغییر بده. خب من تا اینجای کار پیش رفتم. تا الان که خیلی راضیم. نتونستم بقیه‌اش نشون بدم. یه سایه محوی هم که پشتش میفته به خاطر این اسکچی که بین کار این پشت زدم برام یه سایه این پشت میفته، ولی اینجا شوکی هست، مشکلی نداره و فکر میکنم یه فاصله خیلی طولانی هم بینش افتاد. اینو که مداد تیز نیست. اینجا یه سر کار داره، داشتم گوشش هم باید کار کنم، لباسشون هست. به نظرم باید بریم یه مرحله جلوتر بریم.
نمیدونم چی شد. اینجا فکر کردم که بهتره یک بیت شعرم کنارش بنویسم. شایدم چند بیت، نمیدونم. و گفتم شاید مثلا یه چیزی شبیه فال حافظ وجود داشته باشه، مثلا فال سعدی. و خب همچین چیزی نبود. برای همین خودم شانسی یه بیت شعر انتخاب کردم و این گوشه نوشتم. و به نظرم هم شعر خیلی قشنگی بود. خب این دیگه تمام شد، کار خاصی نداره. و یه بیت کوتاه هم از سعدی کنارش نوشتم. گفتم این ویدیو هم اضافه کنم که بگم چی شد. به نظرم یه خورده گنگ بود ماجرا. یه تصویرای دیدین، یکی از کارکنان اونجا نقاشی منو دید و خیلی خوشش اومد و همین باعث شدش که نقاشی من اونجا بمونه و در واقع یه جورایی به دست سعدی برسه و این منو خیلی خوشحال کرد، چون احساس کردم نقاشی رو دوست داشتن و به دستشون رسیده.